درود دوستان، من رازیگر هستم و این یک آموزش هوش مصنوعی برای شماست. دوستان، یکی از کارهایی که هوش مصنوعی برای شما میتونه انجام بده درخواست معکوس یا مهندسی معکوس است. مهندسی معکوس چی هست؟ برای مثال شما یک وسیله رو دارید، یک مثلا لباسشویی رو دارید و میخواید بدونید که این وسیله چجوری ساخته شده. این قطعاتش رو باز میکنید، بردش رو میبینید که چجوری ساخته شده و این همون رو تکرار میکنید تا یک کپی از اون دستگاه ایجاد کنید. خب حالا شما یک کار دیگه هم میتونید در مهندسی معکوس انجام بدید. کپی متن، یعنی میخواید یک متن رو انبوه کنید، زیاد ازش بنویسید یا برای محصول خودتون رو استفاده کنید. اصطلاحش انبوه سازی متنه. حالا تحت اللفظی اینجوری میشه. برای یک همچین کاری شما 4 مرحله رو باید طی کنید که یکی از اون مراحل این هست که یک مکالمه ای رو با چت جی پی تی شروع کنید. خب بهش بگید که ما میخوایم اینجا یک مهندسی معکوسی رو انجام بدیم بر اساس محتوا، یعنی متن یا حالا داستان، یک همچین چیزی، و مطمئن بشید که موضوع شما، فرمتی که میخواهید، موضوع شما همون چیزی که دنبالشید و فرمت مثلا توی یوتیوب یا توی اینستا میخواهید این فرمت رو استفاده کنید و لحن و بقیه مسائل رو کاملا مطابق جلسه های پیش براش کاملا توضیح داده باشید و مطمئن بشید که چت جی پی تی موضوعات رو متوجه شده. وقتی این موضوعات رو متوجه شد، شما خب میایید مینویسید حالا آیا میتونید برای من یک مثال ساده از مهندسی سریع معکوس انجام بدید؟ خب اون مینویسید بله میتونم انجام بدم بعد از متوجه شدن اون موضوع. بعد مینویسید میتونید یک الگوی مهندسی بسیار فنی ایجاد کنید. حالا اون دوباره یک جواب مثبت میده. از مثبت بودن جوابش در تک تک نقاط مطمئن بشید و ازش بپرسید. اگر گفت نه، متوجه نشدم، بگید تا الان مثلا مکالمه هم چه ایرادی داشته که تو متوجه نشدی. حالا اکنون آخرش می‌نویسید اکنون اعلان معکوس فلان متن رو برای من مهندسی کنید. مطمئن شوید که لحن و نحو زبان و سبک نوشتاری عیناً تکرار بشه. برای مثال ما یک محصولی رو یک محصولی رو وارد کردیم یا ساختیم، یک ایرپاد مانند یا هر چیزی، و میخوایم براش یک متن معرفی بنویسیم. خب یک محصولی مطابق با محصول خودمون پیدا میکنیم و معرفی اون محصول رو کپی میکنیم. خب مینویسیم. خب حالا مینویسیم من یک وسیله مانند ایرپاد ساختم. و میخواهم متن زیر برای محصول من مهندسی معکوس بشود. خب حالا یک چقدر عجیب. نه این گیر کرد. ببخشید. این از این داخل براکت متن رو می نویسیم و براکت رو می بندیم. اشتباه کرد. کنترل زد، این یکی کنترل وی، دوباره براکت رو می بندیم. خب
خب این بستگی به ببینید الان صرفا داره ترجمه میکنه، بعد دوباره شما میتونید همون مراحل رو طی کنید، بگید این متن رو برای من با عبارات دوستانه تر و قانع کننده تر و حتی سئو شده تر بنویس و این بسیار به فروش محصول شما کمک خواهد کرد. در ادامه بخش قبلی برای اینکه موضوع برای شما شفافتر بشه، من میخوام همون سوالای انگلیسی رو که گفتم رو داخل چت جی پی تی مطرح کنم که شاید شما از همون قالب بخواید برای رشته و کار خودتون استفاده کنید. همونطوری که گفتم برای چت جی پی تی اول میگید که چه کاری انجام میخواید بدید. بهش میگید که من میخوام مهندسی معکوس انجام بدم مطابق یک متن، آیا این موضوع برای شما شفاف هست یا نه. این رو مینویسید و اون یک جوابی برای شما مینویسه. خب میگه که این کارها رو برای انجام این روند باید انجام بدید. خب حالا میریم توی بخش دوم. کنترل سی میگه که آیا میتونی یک مثال از این موضوع برای من بدی و اون دوباره یک مثالی برای شما این متن رو باید بنویسید. خب و بعد میرید توی قسمت سوم، میگید خب ما الان میخوایم که یک تمپلیت ایجاد کنی برای مهندسی معکوس ما که بسیار فنی باشه. حالا ببینید دوباره جواب میده. خب این یک چارچوبی ایجاد میکنه برای شما. خب حالا میرسه به درخواست نهایی شما که مینویسید خب این رو فارسی کنم. می‌نویسید اکنون این متنی که میخواید رو مهندسی معکوس کنید. حالا این متن رو از اینجا از داخل سایت آمازون کپی میکنیم. your text داخل your text متن خودمون رو می‌نویسیم. کنترل وی. خب این همون متن رو برای شما مهندسی معکوس کرد. یعنی شما میتونید از این متن برای تبلیغ محصول خودتون استفاده کنید. حالا میتونید اسم محصول رو عوض کنید یا کارهای دیگه‌ای که برای مثلا شاید بعضی از امکانات رو نداره اون امکانات رو حذف کنید و اینها، یا برای همون کارها هم میتونید مثلا این همین متن رو بنویسید، بگید آقا به جای این اسم محصول اسم محصول من رو بنویس، مثلا اسم محصول شما ایرپاد هست یا هر چیزی یا یک جنسی رو واردات کردید، میتونید ترجمه فارسی ازش بگیرید و سایر مزایایی که داره. امیدوارم از این بخش هم راضی بوده باشید و امیدوارم من رو به دوستانتون هم معرفی کنید. خدا نگهدار.